سلام بچه‌ها، مادون عالی باشه. خوش بوده ویدیو خبر دیگه همراه با علیزاده. امروز اومدیم یه بازی ترسناک خیر سرمون انجام بدیم. بله بچه‌ها، بازی ترسناک یعنی دیگه اصلا چجوری بگم بهتون، خیلی ترسناک. بازی از این قراره. اسم بازی امنتی، بازی که انگار سازنداش ایرانی ها ساختن، سازنداش ایرانی ها و ببینیم بازی چجوریه. و اولین تجربه هم بازی ترسناک و ویدیوی ترسناک گذاشتیم اولین بار تو پیج و چنل خودمون. ببینیم چجوریه بازیش و خوشتون اومد پارت دوش هم میریم، ولی زیاد خوشتون نرید پارت دوش رو یه جوری کنی نریم. میدونی خیلی ترسناکه، خیلی سرمون اومدیم میره بازی ترسناک بریم. خب بچه‌ها بریم. چه نمای بازیه؟ خب نیو گیم ما میزنیم. واو. خب بچه‌ها شروع شد. انگار ما توی مصریم. توی توضیحات بازی خوندم توی مصریم. شروع شد، وحشتناک شروع شد و هیچی نیست، اصلا هیچی نیست. ما اصلا نمیترسیم و این اتاق هم برای این بازی ذره نورشو کم کردم. اوکیه نورشو کم کردم. بازی رو انجام بریم چجوری این بازی. خب آقا اولا که چجوری میره چجوری میاد بذار ببینیم. خب ما انگاری عکس کلا خیلی سرمون من این همه جا برای عکس انداختن. اینجا چرا میای عکس بندازی؟ خب با این وی میره جلو. اوکی آجی دستم اومده بازی. ما اصلا نمیترسیم. خیلی ترسناک. من خودم جا زدم قبل از اینکه بیام بازی میرم خدا میکردم که میگفتم ول کن بازیشو نکنم. ما ندیگه ما اومدیم هواپیما صدای یه چیزی میاد. حالا ولش کن علی. ببین اسم خودم یادم رفته دیگه، انقدر بازیش بچه‌ها میگن ترسناکه که اصلا تهشه. مصریم و اومدیم عکس بندازیم. انگار ارواح تو مسینا چطور خدا بسی بهشون برخورد. حالا ول کن، ما با این ترجمه اینا کار نداریم. ما مستقیم میریم و انشالله که چیزی صدرایمون نمیشه. ما کاری نداریم. ما اومدیم دوتا عکس بگیریم. دوتا عکس خیلی سرمون. کاش نمیومدیم ما عکس برداری کنیم. نیاد کسی نیاد چیزی. اوکی زیاد اوکی نیست بچه‌ها. به خاطر همون من یه ذره عقب میشینم و این دیگه فقره PS 2021 نیست. چیزی نباشه تو رو الان میدونی. الان فکر نکنم چیزی بیارن. نمیدونم. بذارین ترسم ما مودی ترسم. وای اینا عکس تو بنداز از همینجا بریم. تو رو همین اینو تردیدم. من ترسم عکس بنداز از اینو. تو رو وای چی شد؟ چه خبره حاجی؟ وای حالا از کجا باید برم؟ آها اوه مای گاد. با کنترل معمولا میشست. مثلا 2 نفره کسی نبود باش برم تنها. نه تو رو خدایی چی نیاد. بچه ببین من چقدر میترسم. اصلا من نترسیدم الکی چیزی ندید. اینجا زیاد حس خوبی نداریم به این جرزاها. رای کلیک. خب میگه با رای کلیک عکس میندازه خیلی سرش. تو رو خدایا ابوالفضل اینجا کدوم گورستونی ما اومدیم؟ عکس انداخت از اون. وای اول بازی دارم عرق ریختم دارم میمیرم. وایست اون ور چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله عرقم فقط عرق خیس عرق. هی هرچی لازم من میترسم این صداش میاد هی میاندازه میترسم من از سایه خدا به من میترسم. هیچی دیگه هیچی هیچی نیست. بیرونم صداهای میاد هیچی. اینجا چیه؟ یه نوری میاد از توش. یا ابوالفضل العباس. بچه واقعا من نمیکشم من چیزی ببینم میرم من ببینم میرم بهتون گفته باشم من آخه من چیم که میام از این غلط. بابا ول کن. یا ابوالفضل یا حسین یا این چیه؟ این چی میشه؟ این چی میشه؟ چرا چیزی روشن شد؟ وای خیلی ترسناکه. نمیرم تو. غلط کردم من. غلط کردم آدم بازی ترسناک کردم. وای بچه من هر وقت بترسم آروم صحبت. اون چی بود؟ اون از کجا اومد؟ اون وای او مای گاد این تو چیه؟ یا امام حسین یا ابوالفضل العباس. فرکاندی که عکس تو بنداز بوده تو گم کن از این ترسه ها. بابا ما کیم که بیایم عکس بندازیم؟ وای اونو از دور دیدم. هیچ اونجا خیلی تاریکه. هیچی نمیبینم. اینا چیه؟ خب بچه اینجا رو رد کنم دیگه فعلا بازی نمی کنیم. وای میترسم. خیلی میترسم. چرا خاموش شدی نعلتی؟ خاموش میشه. من یکی رو دیدم بچه ها اینو نگاه میکنم. یا ابوالفضل اوه چرا قوه؟ خب الان مولوی چرا قوه داره؟ خب بچه ها ما تا اینجا نگه میداریم بازی رو. دیگه بسته دیگه بازی نمی کنیم و اگه پارت دوشو بخواید ویدیو دیگه میدونم. من همینجور علکی بودم همینجور بازی کنم چه میشه چه آره خیلی ترسناکه دیگه. من نمیدونم من نمیتونم سنین رو باز کنم. تا اینجاش رفتیم. اگه پارت دوشو میخواید حتما بگید. حتما بگید
که پارت دوش هم بریم دیگه. هرچی شما بذار از این در بیام. بله هرچی شما بهتون رو انجام میدیم ما، ولی تو رو خدا نگیر از این. همون پی اس رو بازی کنیم مثل همیشه، خوبه بازیش. از این ندید، ولی دیگه خودتون میخواین. اگه پارت دوش هم میخواد بگید، واقعا ترسناکه، تحمل نشدم، خیلی ترسناکه، نتونستم برم تو. هرچی دیگه بگین، هرچی علی ترسو مرسوم میخواین بزنید تو کامنت بزنید، اصلا هرچی. آقا من ترسم، نتونستم این بازی رو بدم. یه بازی دیگه هم حتما با ترسناک اگه خواستید میاریم. و همین دیگه. مرسی که ویدیو رو دیدید. لایک، سابسکرایب، زنگوله بزنید چیز فراموش نشه. در وقت هر وقت علی گیمر کانالش ویدیو گذاشت بیاید حتما ببینید. مرسی که ویدیو رو دیدید، کلی بهم انرژی دادید تا یه ویدیو بعدی با ما بمانید. خدا حافظ.